سراز علیش نمیکنه تو به من میبیا بعد علیش میکنی. اوکی؟ کالب اودوروی افریقایی مربی فوتبال است. او سالهاست که در تاجیکستان زندگی میکند و برای نورسان تاجیک این نوع ورزش را تمرین میدهد. حالا بیش از 30 شاگرد دارد. در گذشته خودش نیز در چند تیم تاجیکستان فوتبال بازی کرده است. چه خودی ابراهیم؟ اوش با مزه بوده؟ بعد تو مرا نداد. دیدی؟ اهالی تاجیکستان کالب را از روی نوار شناخت که شاگردانش را زمان بازی فوتبال با زبان بوروی تاجیکی سرزنش میکرد که خوب بازی کنند. این نوار در مدت کوتاه در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و با مردم پسند آمد. برای ما من میخوام تاجیکی کتی دست گذرانده. برای چون ویا تاجیکه امیکلی کتی نزدیک با بسیار میشود. امیکلی تاجیکی کتی گپ میزنیم با تو را دوست پیدا میشود. گپ تو کابل میفهمم. این مثال ما انگلیسی کتی ویا سر میکنه. انگلیسی کتی گپ میزنه نمیفهمی کار ما. چیکلی کار کردن نمیدونی. اشبکه هستم انگلیسی کتی گپ میزنی نمیفهمم. پریواتی کتی گپ میزنه کو آدم رنگی خودت نمیبینی. تاجیکی تو امی زبان کتی گپ میزنه کو این میفهمد این آدم رنگی ما، این آدم کتی ما. برای ما تاجیکی کتی. کالب اودورو سال 2017 از زادگاهش گانا به تاجیکستان آمد و در شهر وحدت زندگی میکرد. با یک تاجیک دختر شناس شد و عائله برپا کرد. حالا یک فرزند دارند. میگوید در آموختن زبان تاجیکی همسرش برایش کمک کرده است. او گفت من فرزندم را تاجیک می‌حسابم چون که در تاجیکستان تولد شده است و مادرش هم تاجیک است. من تاجیکستان چی دیدگی برای دیگر خانه من نروم میتونی میگه چکلی زندگی چکلی آدم زندگی میکنه چکلی میمان قبول میکنه دل سفید کتی قبول میکنه کو اما چیز یکومه دویم من میتونی میگه ما زنک یافتم دل من میجاره ما یافتم. کالب میگوید تا امروز شاگردان زیادی در رشته فوتبال تربیت کرده است. امید دارد شاگردان تربیت کردهش در آینده نامبردار تاجیکستان میشوند. امام علی سعیدزاد، آسیا پلوس.